سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام آموزش الگو پهن کردن پیرامردونه رو بهتون آموزش بدم که کمترین دورریز پارچه داشته باشه و با 1 متر و 30 سانت پارچه. ما نیاز داریم به یک پیراهن کهنه جهت شکافتن و این پیراهن رو میکنیم الگو جهت پهن کردن روی پارچم. پس از شکافتن پیراهن ما به 3 تکه از پیراهن نیاز داریم: تکه پشت، تکه پیش و آستین. ابتدا تکه پشت کار را دولا کرده و روی دولای بسته پارچه لب تا لب قرار می دهیم به این شکل که مشاهده می کنید. در مرحله بعد تکه پیش کار را روی دولای باز پارچه قرار می دهیم. باید دقت داشته باشیم چون سجاف پیش کار به خاطر دکمه مادگی نشکافتیم، باید از لبه پارچه 5 سانتی متر فاصله جهت سجاف قرار بدهیم. بعد الگوی پیش کار رو پهن میکنیم. نوبت پهن کردن الگوی آستین. الگوی آستین رو وسط پارچه پایین الگوی پیش و پشت قرار میدهیم به این شکل که مشاهده میکنید. خب پهن کردن الگوی تنه ما تمام شد. حالا به یک جیب نیاز داریم. جیب رو بین 2 حلقه آستین کار در میاریم به این شکل که مشاهده میفرمایید. پس از جیب نوبت به پای یقه میرسه. پای یقه رو فاصله بین تکه پشت و پیش در میاریم. اندازه پای یقه 50 در 6 سانت باشه کافیه. برای درآوردن بال یقه بهترین جا کنار آستین سمت دولای باز پارچه است. اندازه بال یقه 46 در 7 سانت باشه کافیه. حالا نوبت درآوردن مچی یا سراسین است که در قسمت دولای بسته پارچه به اندازه 28 در 14 سانت نیاز هست برای دوخت مچی 25 در 6 سانت. در مرحله آخر سجاف آستین نیاز داریم که کنار مچی الگوشو میکشیم. اندازه‌ای که ما نیاز داریم 14 در 6 سانتی متر است. خب کار الگو پهن کردن ما تمام شد. حالا خط کشی میکنیم و پارچه رو برش میزنیم. در ویدیو بعدی دوخت آسان و راحت رو بهتون آموزش میدم. سابسکرایب فراموش نشه. شاد و پیروز باشید.